کسی گوید جنت را دوست می‌دارم باید دستی به خیر داشته باشه. کسی گوید از آتش جهنم میترسم او باید ای گناه کردن هم بترسد. زیرا یگانه چیزی که انسان را جهنم میبره این گناه های برادر عزیز. بسیار هشتم واری کمبغلا و بیچاره را همیشه نیش میزنیم. ولی جناب ابن ماجه اینا نسائی در کتاب‌های معروف حدیث خود مانند اینا جمع آوری حدیث ها از اینا هستند. اونجا میگه که پیامبر گفته بود است اللهم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. این خدایا حیات مرا مسکینانه کن، خدایا وفات من مسکینانه کن و روز قیامت در قطار آدمای مسکین مرا سر بردار. حضرت دعا کرده بوده. ولی حضرت اسامه هم روایت میکنه حدیث بخاری است. حضرت امام بخاری و امام مسلم روایت میکنه. میگه دخلت علی باب الجنه فاذا عامت من دخلها المساکین. من وقتی نزد دروازه جنت بودم نگاه کردم سیله مردمی که جنت میدرآمد همه مسکین ها بودن. و اصحاب الجد محبوسون، مردم ثروتمند میگه در یک گوشه خداوند حبس کردگی بود تا اونا سوال جوابشون نمیتن. اما مردم مسکین فقیر میگه داخل جنت کردستن. حضرت حاتم هم همین را میگه اگر میگه کسی که بد ببینه فقیرها و مسکین ها را چی نمیشود؟ محبتی که بگه ما پیامبر محبت رو باور نکنیم. سیوم میگه من ادعا حب جنه، بگه جنت دوست میدارم ولم یتصدق فدعواه کذب. یکی تماما دستی به خیر نداره، تماما احسان نداره، از دارایی و از مثال بگیم پولداری او یگان آدم بهره بردن نمیتونه. حضرت حاتم گفته است که اینم دعواش دروغه، اینم جنت دوست نمیداره. و من ادعا خوف النار ولم ینتهی عن الذنوب فدعواه کذب. کسی گوید که من از آتش جهنم بسیار میترسم، لیکن میگه میبینیش که تماما ای گناه کردن نمیترسه و همیشه پایبند گناه های. اینم باور نکنه، اینم از آتش جهنم نمیترسه برادر عزیز. پس از این برمیاد که هر کسی که ای خدا اگر گوید دوست میدارم باید از حرامش دور باشه. کسی گوید من پیامبر را دوست میدارم در برابر باید فقیرها و مسکینها را دوست بدارم. کسی گوید جنت را دوست میدارم باید دستی به خیر داشته باشه. کسی گوید از آتش جهنم میترسم او باید ای گناه کردن هم بترسد. زیرا یگانه چیزی که انسان را جهنم میبره این گناه های برادر عزیز. بسیار فکر میکنم که دلالت نیکی را ای طرف حضرت برای ما و شما رسید. برای انشاءالله بگیم هم پند گرفتن ما یا برای یک چیز درک کردن ما بسیار بسیار و از خدای مهربان خواهم می‌خواستیم که خداوند آن چیزی را که در اینجا گوش کردیم توفیق شد بر ما و شما نصیب بگرداند. توفیق شهم، دولت شهم، ایمان شهم، بچه اکاش خدای مهربان عمری دراز ایمانی کامل تیابم. همیشه در خاندان شما فیض و برکات الله مهربان نازل فرماید. الها خیر خوری اون زمزمه میکنه انشاءالله و دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اگر عبدی گناهگارم تو را دارم چه غم دارم، اگر مرغ گرفتارم تو را دارم چه غم دارم، اگر آلوده و پستم وگر خالی بود دستم وگر سنگین بود بارم تو را دارم چه غم دارم، اگر آتش برافروزی و جان مرا سوزی چه پاک از شعله و نارم تو را دارم چه غم دارم، خدا دارم چه غم دارم، همه از لطفت بود هستم، همه از جام تو سرمستم، همه از شوق تو سرشارم تو را دارم چه غم دارم، چه در صحرا چه در دریا چه در پایین چه در بالا به هر جانب که رو آرم تو را دارم چه غم دارم، کیم من عبد شرمنده کیم من عبد شرمنده سیه رو و سرف کنده با این جرم بسیارم تو را دارم چه غم دارم، طبیبی من حبیبی من دوایم ده که بیمارم تو را دارم چه غم دارم، تو ستار العیوب هستی تو غفار الذنوب هستی، تو ستار العیوب هستی تو غفار الذنوب هستی، نه آبی در سبو دارم نه نایی در گلو دارم نه بر رو آبرو دارم تو را دارم چه غم دارم تو را دارم